Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیزی ما. امروز ما برای تبریک کردن مظفرانه حاضر هستیم. میخواهیم امروز آنا جان عزیز را از مسافرت، از نام دخترشان که طول قریب 4 سال باز در مسافرت هستند، از نام مستحکمایتی تبریک گوییم. از نام فرزندان عزیزشان آن لحظه های خرسندی را همراهی شمایان با هم بینیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، زنبانوان، تمام مادران مهربان و زیبای سمرقند عزیز. برای این ببینید که بعد از آمدن سال نو در این خاندان زیبا، یکی از آن آناجان‌های دعاگوی، مادر پیر خاندان امروز مظفرانه جشن زادروز دارند. اگر بمالال باشیم، اگر برای مظفرانه یک تا قرصکی بلند میزنیم، پیشوامه تکلیف میکنیم مظفرانه را. مرحبا. السلام علیکم. مظفرانه زادروز مبارک. روزی خرسندی را، روزی تولد را مبارک باد میگوییم. مظفرانه یک تا یاد کنی انامی کی آمدگی ما شما تبریک کنیم. خیلی رحمتی کدام برکه اومده. انامی کی آمدگی؟ 77. انامی توری یافتن از نام آیله اهرارآمد مستحکمایتی، از نام نبیره های شیرین شما تبریک میگوییم. حاضر شما سال خطا کردید، 7 فهمیدم و سرش نفهمیدم. امروز چند بدار آمدم؟ گفتید 17می 18می؟ خیلی رحمتی کدام. حالی 17 اگر خرسک زنیم برایشان آخه جوان کردن. رحمت سلامت باشید. امروز مظفرانه شما یک انسانی بسیار هم خاکسار، صمیمی، انسانی دریادی، صاحبی فرزندهای صالح و صالحه، البته 5 دختر و 2 پسر را با وای رسانده، آنها را صاحب بخت، صاحب عائله و خوشبختی کرده. میخواهم که هر یکی آنها شما تبریک کنند و تاج سر طلایی کرده گردند. البته از شما آدمی پای نیست، البته فقط برای شما دمی پیری به دولت پیریت یک صحت سلامت گردید و فقط علمی سر نبیره و عبیره ها با دعاگوش نگردید. امروز مستحکمایتی دختر عزیزتان که در مسافرت هستند، شهر خارجه با گفتن یاد کردم بی جانم چهره پر از نورشان را، آن سخنهایی که پر از گفتارشان لبریزی قند و عسل است، زادروزشان هست. رسانید در آن ساعت که دلگیرم کجای مادر پیرم، در آن ساعت که دلگیرم کجای مادر پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم، سرم خواهد نوازش های دستانی تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم چشمانی تو را امروز، دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دوباره پرستوها به سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده، گسیلم کرده ای بر راه های دور، سپس از پشت من گیریسته ای در خود فرو مانده. امروز مظفرانه فرزندان دعا میکنند، گفتند که شادروان پدر عزیزی من نعیم بابا بودند، خداوند از روح و ارواحشان را شاد کنند. امروز همراه ما نیستند، لیکن از آسمان خرسند هستند که من مادر عزیزی ما به چنین سال مبارک رسیدند. خدا عمری باقی ماندهشان را برای مادرم نصیب کند. پدر عزیزی من پاور نامدار شهر سمرقند بودند، چقدر که مادرم به خاندان نشسته فقط برای تربیه ما فرزندان مشغول بودند. عمر خود را جوانی خود را برای ما فدا کردند. حالا هم جوان هستند. برای مادر زیبای من
یک گلدسته زیبای سمرقند رو انتخاب کرده بیارید. مهمانان اگر خرسک زدن اگر برای مادرم رسانید گلدسته انای من گفتن انمی گلدسته پیش قدم های شما میمونه. مرحبا میسپاریم گل ها رو. زاد روز مبارک. البته مظفرانه امروز که زاد روزتان است عزیزان فرزندی عزیزتان مستحکمایتی که در مسافرت هستند گفتند دلم خواهد روم بر کوی مادر، دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر، تمام روی دنیا را بدیدم ندیدم روی خوش جز روی مادر. مادر من، مادر بهشتی من، مادر زیبای من، زر و زیور خاندان ما هستند. ما فرزندان را تا به بابای رساندن چقدر که زحمت کشیدن، شبها خواب نکرده در سر گوهره ها الله میخواندن. برایشان چقدر تحفه کنیم کم است و ارزنده و سیبنده است. برای مادرم انگشترین طلا عضوی طلا تیار کردگی ما خودشان طلای خاندان ما هستند. البته با یک قرصک میزنیم برای مادر جان عزیز نبیره‌شان میسپارند گلدسته زیبا را. انگشترین طلا را مرحبا. زاد روز مبارک. روزی خرسندی را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. نبیره آمد از دنیا با نامشان محمد جان، نبیره انمی خانواده اهرارمک و مستحکمایتی. بگذار انمی ابیره هم کلان شود. توی ایسا بینید. مرحبا. مبارک باشد. تویش را دیدن نصیب کند خدا خواهد. اگر ابیره کیلین ها بیارید و سری چملید با نشسته خداتان الهی وقتاً تحت خاطر جمعیت در حکوی دربرگایم پولی یافتگش همه وقت نزدکوی نیک برد تخلقم کلال شود و کوهاش مل شود. ای رحمت سلامت باشه. امروز در روزی زادروز شما مظفرانه لاچینکه کفتگیت نبیرهاتان بوده. لاچینکه همیجا می خودشان بید پیششان لاچینکه. بعد از چند روز ها مهمانان انامین برادر عزیزی ما جشن زادروز دارن. سورپریز شود گفتیم هیچ کس ما نگفته تبریک میگوییم از نام اهرارمک از نام مستحکماتی که در مسافرت هستن. گفتن قریب 4 سال شد من در مسافری گشتم تویشان را گذراندیم. من خداوند کریم در روی دنیا از همه تحفه بی‌بهاترین فرزند را بهر آنها عطا کرد که نامش محمد جان هم نام پیغمبر ماست. خدا کند که محمد جان مانند خود انمی لاچینکه انسانی اصیلش تا بابایی رسد. نامبردار انمی بابا جان آنا جان ها باشد. جشن زادروز مبارک باشد. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو سینا عاقل و فرخنده باشی، چو جامی در دل و در دیده باشی. بگذار خاندانتان دلصد شود، باغچه بچگانه شود، همیشه فقط روزهای خرسندی باشد. پدر مادر را تاج سر طلایی کنید. البته خواهر عزیزی ما هم از مسافرت ساق سلامت برگردن و انم روزهای خرسندیاتم باز ششته در این خیلی روزها شما را تبریک کردن نصیب کند. حاضر از نام پدر و مادر برای شما یک تحفه ارزنده و زیبنده داریم. اهرارمک خودشان میسپارند. مرحمت مهمانان تا قرصک زنیم. اینه سورپریز یک کاری شد برایشان. مرحمت. ساعتی طلا برای امروز لاچینکه. مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک.
مبارک باشد، زادروز مبارک، روز خورسندی را مبارک باد میگویم. اهرانامک نزدیکتر میستیم یک جایه. وقتی ما فرزندان را تکلیف میکنیم، شیرینی را میبریم لاچینکه، همراهی مظفرانه من برای شما تار تیار کردیم. مبارک باشد. شیرینی را پیش شما نزدیکتر میبریم، تارت رو Стали звезды на возрасте, лица волос из календаря, но не стоит грустить зря, не зря в день рождения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, مبارک باشد. и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых. البته لاچینک یک تا جان عزیز رو تبریک میگویم در روز خورسندیشان. از نام اهل عایله سخنهای تبریکاتی رو میشنویم. خواهرتان تبریک میکنه. مرحبا. معلم بیت خداتان پیش ما برد. یک تشریک مهمانو با خوش آمدید میگویم. تبریک میگویم در روز خورسندی. بعد از آن یک جای میرقصیم، خورسندی میکنیم. روز بزم زیبا را با یک درجه اعلی میگذاریم. و شما با آوازهای فورمتان باز از این هم زیباتر الله به شما آوازهای فورم را عطا گرداند، همیشه ما بین مردم باشد. اولا سلامی گرم و جوشان، پیام و درودهای بی پایان به شما دوستان عزیزان، مادران، خواهران عزیز. اولا در این کاشانه، در این خاندان از نام خانواده خوش آمدند نور دیده تاجی سر میگویم. من چی روز خوش است که در بین ما انسان دوست، مادر مشفق، مادر شیرین زبان که روزی شکرانه دارد. من از فرصت های پرقیمت استفاده برده از نام خودم، از نام تمام شما دوستان عزیزان و از نام آن شخصانی که در مسافرات هستند تبریک و تهنیت ها می نمایم. با مادر جان از درگاه الله باز رزقهای دراز را آرزو می کردم. رزقهای دراز البته با خوش و خرسندی گذشتنش را می پرسیدم. با شما از طلا هم قیمتتر و از نقره هم نایابتر، صحتی و سلامتی و همیشه در بین فرزندان بودنتان را از الله باز یک بار میپرسیدم. هیچ وقت دستتان درد و دلتان غم و چشمتان اشک را نبیند. الها با 4 مچل را از سر گذرانید. من لاچین بیگ هم که امروز بعد از چند روز زادروز دارد. این هم تحفه از همه در دنیا که از انسان آن چیز باقی میماند به این الله فرزند را عطا کرد. الها محمد همیشه حضور و حلاوتی فرزندانت را بید. قرشت که قرش پیشه اولا سری تو با اوکه احرار کو مستحکمای همیشه ساغ و سلامت باشند. الها اوکه جان نبیرت باز یک بار مبارک شود. الها نبیره ها بسیار شود. پولی تو فقط هم خیلی روز برود. فقط نهان آمده تو کتی همراه باشه. روح ارواحی دادید که با تو مدد و مروت کنند. آن کس هم از بین ما گذشته باشند هم در ماه ینور که زادروز داشته بودند ما همیشه نام آن کس را ویدی زبان می آوریم. لاچین بی همیشه در خدمت پدر و مادر باش. همیشه چی نیت داشتگی باشی همین خیلی به نیت های نیکت رسان. الها شما که امروز
نبیره فرزند این رو کلام کرده استاده. من امید دارم که حالی بار یک 4 تا فرزند این رو کلام میکنه. من 100 سالم شما یوبیلی من با شما همراهی من میشه گفتم. امید دارم با همین سخن یک قرصک رو شما میپرسیدم. رحمت، تشکر معلم عزیز. رحمت بگیم. و من در اینجا دو دختران مظفرانه از نام آن نفرانی که مسافرت هستند میخواهند تبریک یادشان به نزدیک رسیم. از نام البته مستحکم آیتی و آن نفرانی که در مسافرت هستند یک جای سخنهای تبریکاتی رو میشنویم. بذارید پسشون رسانده است. شب خواب نکرده در سر گوهره ها نشسته الله گفته است. با مادران خودتان میدانید که شمایان هم مادر هستید. یک تا تبریک گوییم مادر عزیز رو، بعد یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. مرحبا، بیایید پسشون به نزدیکتر. یا رقصش که دیسپات میکنیم. نباشد سرودهای رقصی میمونیم. یک جای مادران عزیز بمرال باشه مگر یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. امروز زادروزی مظفرانه را البته جشن زادروزی لاچینک را با یک درجه اعلا میگذرانیم. من ما را طریق تلفن ها مستقیمایتی و چندین مسافران از مسافرت ما را میبینند سلام خود را میرسانیم. یک جای میرقصیم، بار دیگر خوش آمدن میگوییم. قدم های مبارکی شما نوری دیده. من هم از سرودهای شما برای شما یاد شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا روزیه به یاد تو هر شب آسوبی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب کشتن شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب کشتن شبای من شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا رموزیه به یاد تو هر شب آسوبی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب کشتن شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب کشتن شبهای من
کی دلدار رسیده بیننده های عزیز، تماشابینان ما امروز بزم زیبا روز خورسندی زادروز مظفرانه را به آخر رساندیم. لحظه های خورسندی شاد باش را همراه شما با هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید که شبکه ما با شما است.
دی